حدوداً 5 سالش بود. وقتی اومد آموزشگاه پانیز شاید فکر نمی‌کردیم به این سرعت به این نقطه‌ای که امروز رسیده باشه. اما الان سرمون بالاست، بهش افتخار میکنیم. کیاشا تنگستانی پور. اون که بود کشیدم بیرون. خب کیاشا اینجاست. حتما سریال وحشی رو دیدید، سریالی که خیلی سر و صدا کرده، آخرین ساخته هومن سیدی با بازی درخشان جواد عزتی و البته 2 تا از بچهای آموزشگاه پانیز که یکیش کیاشا تنگستانی پور عزیز هست، یکی هم دانیال فرجی. امروز در خدمت کیاشا هستیم. کیاشا خیلی خوش اومدی. مرسی، ممنونم. خوبی؟ همه چی خوبه؟ بله. خب یه ذره تعریف کن. اول برای ما بگو که چه حسی داشتی اولین باری که بهت گفتن برای سریال وحشی انتخاب شدی؟ اولین بار خیلی خوشحال بودم چون که خانم نگار جواهریان و آقای جواد عزتی اونجا بازی میکردن. دیگه اولین روزی که آقای جواد عزتی رو دیدم خیلی خوشحال شدم. بعد براشون یه دونه آواز سنتی خوندم که بهم گفتن آفرین خیلی خوب خوندی. این آوازه مال اون صحنه بود که تو ماشین داشتی، یعنی تست گرفتن از تو یه جورایی؟ یا می‌خواستم ببینن چه جوری میخونی، خوندن چه جوریه؟ اول ازم پرسیدن که چطوری میخونی. آقای جواد عزتی گفت که بخونم. بعد آقای هومن سیدی هم شنید که گفت توی آهنگ من، یعنی توی تیتراژ و توی فیلم من بخونم. آها، خیلی عالی بود. بعد چند وقت طول کشید فیلم برداری کارتون؟ که 4 ماه 5 ماه 4-5 ماه طول کشید. سخت بود؟ سخت بود ولی خب بر من راحت بود. بر تو راحت بود. آخه کیاشا سابقه تئاتر داره. همونطور که میدونید به هر حال بارها گفته شده تئاتر خیلی سازنده است. چند تا تئاتر کار کردی؟ 3 تا. 3 تا. میتونی بگی کدوم تئاتر بود؟ پلاک 2020، طبیب الملک، دیگه زیزو. خب پس این تئاترات بوده. هر 3 تا کارت هم تو پانیز بود؟ آره. خب به نظرت تئاتر سخت‌تره یا سینما؟ یا کار تصویر؟ تئاتر سخت‌تره چون که بعد همون لحظه دیالوگا رو بگیم و کات و اینا هم نداره. بعد اولین فیلمی که کلا بازی کردی چی بود؟ فیلم کوتاه بود، بلند بود، سریال بود؟ اولین فیلمی که بازی کردم اسمش قوا ایستاده میخوابم بود. فیلم بلند؟ کوتاه بود. فیلم کوتاه. خب بعدش چی؟ بعدش دشمن فرضی. دیگه بعد از اونم اسمش الان خوب یادم نمیاد ولی انقدر کات کردی که اسم رو یادش نمیاد. خیلی خوبه. کیاشا من شنیدم و میدونم که کلی هم کاندید شدی برای جایزه‌های مختلف تو جشنواره‌های خیلی معتبر. یه خورده آمار بده بهمون بیشتر بدونیم. باشه. فیلم انار توی آمریکا دالاس جایزه گرفت. باریکلا. دیگه فیلم 47 ساعت و 10 دقیقه تو آمریکا جشنواره بدفورد جایزه بهترین بازیگر کودک رو گرفتم. به به. دیگه این 2 تا فیلم هم برای 8 تا جای دیگه هم کاندید شده. آها، یعنی توی مدل‌های مختلف کاندید شد. خیلی عالیه. یه کاری هم با خانم بوبانی کرده بودی. اون کدوم کار بود؟ انار. آها، کار انار بود. خب حالا یه سوال دارم. تو الان به حال تقریبا دیگه میتونم بگم خیلی دیده شدی، یعنی تو سریال‌های مختلف. حالا با این سریال جدید شاید دوباره بیشتر این اتفاق افتاد. الان میخوام ببینم، اینو خیلی صادقانه میخوام راحت با هم حرف بزنیم. میخوام ببینم الان تأثیری تو زندگی عادیت داشته؟ مثلا تو محیط مدرسه میری یا جایی میری، آیا شده کسی تو رو بشناسه، اشاره کنه بدونی که خودت چیزی بگی مثلا تو رو بشناسن؟ همه بچه‌هایی که توی مدرسه‌مون هستن، چه توی کلاسمون باشن چه مثلا از کلاس‌های دیگه اول دوم، همشون منو میشناسن. و چه حسی به دست میده اون لحظه؟ خیلی خوشحال میشم. بعد مثلا
بهشون امضا میدم، میگن بهم امضا بده. جدی امضا هم آره. دادی تا حالا؟ خیلی خوبه. الان مشغول چه کاری هستی؟ سر کار و اینا هستی؟ الان آره سر یه تئاتر. و همین کارهای پارسایی که بله. رفتی. خب چطوره تئاتر دوست داری همچنان تئاتر کار کنی آره. یا من دوست دارم، خیلی دوست دارم. خیلی خوبه. کلا کار کردن با گروه جدید رو دوست دارم. از این کارهایی که تو الان کردی کدومش بوده که خیلی بیشتر به چسبیده، بیشتر حالت خوب بوده، کیف کردی؟ حتی میدونم تو خیلی، چون واقعا کیاشا موقع هم که تو گروه تئاتر، گروه خود آموزشگاه بود، یادمه که خیلی سازگاری خیلی زیادی داری، تو هم خانواده‌ات خیلی حمایت میکنن و خیلی هم صبورید، واقعا هم خودت خیلی توی تمرینات اینجوری بودی. و این حرفی که زد راجبه این که با گروه جدید دوست داره برمیگرده به این که یه اخلاق خیلی حرفه‌ای جالبی داره. ولی خب بهمون بگو کدوم گروه خیلی بیشتر به چسبید؟ وحشی خیلی چرا؟ دوست داشتم. چون که هم از بقیه فیلم‌هایی که بازی کردم طولانی‌تر بود، یعنی بیشتر تونستم با بقیه مثلا دوست بشم. همون که بازیگرای معروفی توش بود مثل هومن سیدی، جواد عزتی و خانم نگار جواهریان. یه پلانی داری توی ماشین که حالا حتما ما یه تیکاش هم میبینیم الان؟ آقا مسعود شما سرود میخونی؟ چی میخوندی؟ دینگ و دنگ و دنگ میآید صدای زنگ، کلاس ما شروع شد. حفظ جمع نیستی؟ مگه گروه سرود نبودی؟ آخه از این آهنگا خوشم نمیاد. از چه آهنگایی خوشت میاد؟ از آهنگای دیگه. چه آهنگایی بخون ببینم مثلا؟ میگذرم تنها از میان گلها، گه به گلستان ها، گه به کوه و صحرا، تازه گلی. تو این پلانی که دیدیم خب خیلی بازی سختیه، اونم جلو جواد عزتی، توی موقعیتی که چند تا حس و توأمان باید داشته باشی. راجع به اونجا بگو، اون پلان توی ماشین. اول که برای حسا با هم خوب رفتار کردن و تونستم که نقشمو خوب بازی کنم و حسامو خوب بگیرم. چند تا برداشت اونجا داشت؟ یعنی چند بار اون اول اینو بهم بگو که چقدر تمرین کرده بودید اون صحنه رو؟ صحنه رو 2 بار. واقعا 2 بار آره. تمرین شد؟ واقعا 2 بار اونو تمرین آره. کردین؟ خیلی عجیبه چون خیلی صحنه سختیه. و بعد بهم بگو اصلا چطوری انتخاب شدی؟ اینو حتی یه توضیحاتی اولش دادی و اینکه اصلا این جریان، این که اون لحظه تو شروع کردی آواز خوندن، بعد اون بازی در واقع زیرپوستی که میکنی با اون پارتنرت که پشت نشسته و خود آقای عزتی، اونا چجوری اتفاق افتاد؟ چی شد به اینجا رسید؟ اول که من آقای جواد عزتی رو دیدم، براش آواز خوندم که قبلا توضیح دادم که بهم چه چیزایی گفت. بعد آقای جواد عزتی رفت به آقای هومن سیدی گفت که آقای هومن سیدی هم گفت برام بخون. بعد من خوندم براشون که به نقشم اضافه کردن. اون خوندنه باعث شد نقشت اضافه تر بشه. چقدر جالب. خیلی هم تشکر میکنم از آقای هومن سیدی که صدای خوندن منو گذاشت برای تیتراژ. تو قسمت اول این اتفاق. آره خیلی هم بهم کمک کرد که بتونم حسامو خوب بگیرم و اونقدر بدرخشید. آره. خیلی خوب. راجع به آینده یه ذره صحبت کنیم. تا حالا تو خودتو تو آینده دیدی؟ برنامه‌ها چیه؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ اول از همه دوست دارم که بهترین بازیگر دنیا شم و بتونم اسکار بگیرم. به به. چرا که نه؟ بعدش هم که تو همین الان چند بار کاندید شدی. خب بعدش هم که خیلی پولدار شدم، میخوام به کسایی که نیاز به کمک مالی دارن و به خانوادم کمک کنم
برای پسرم چیزایی که دوست داره رو بگیرم. پسردار میشی حتما. بله. خب اگه دختر دارم بشم باز براش میگیرم، چون که به هر حال بچه یه چیزیه که آدم خیلی دوستش داره، قطعا چه همینطوره. پسر باشه چه دختر باشه. قطعا همینطوره. تو خیلی کار قشنگی کرد، تشکر کرده از کارگردانی که انقدر زحمت کشید برات. منتها میخوام ببینم که در طی سالهایی که کار کردی تو آموزشگاه، تو دورانی که بودی، من میدونم خانواده‌ت هم خیلی حمایت کرد. صحبتی نداری راجع به خانواده، راجع به معلمینت، استادا؟ یه بازیگر خیلی خوبمون هم اونجاست، براش به نظرم باید یه دست بزنیم. آره خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. چقدر خوبه که انقدر قدر شناسی و تشکر میکنی. کیا دیگه توی زندگی سینمایی و تئاتریت تاثیرگذار بودن؟ با اونا حرفی نداری؟ تشکر میکنم از مامانم و خانواده‌ام، تشکر میکنم از خانم رکسانا خلوتی که همیشه بهم کمک کرد که بتونم بازیگر خیلی خوبی بشم. برام بهترین معلم‌ها رو، مربی‌ها رو میذاشت که بازیگری رو بهم یاد بدن. خیلی عالیه. یه سوال آخرم بپرسم ازت. بله. سوال آخرم میخوام که یه نکته‌ای بگی، یه چیزی بگی که به بچه‌هایی که دارن زحمت میکشن مثل خودت، هنرجو تئاترن، هنرجو بازیگری‌ان، دنبال رویاها و هدف‌هاشونن، یه چیزایی بگی که بهشون کمک کنه. تو الان به یه نقطه‌ای رسیدی، حالا حتما درجه بالاتر هم خواهی رسید، ولی بهشون کمک کنه. تو چه پیشنهادی بهشون داری؟ چه حرفی داری به اون بچه‌ها، به اون رفقایی که دارن زحمت میکشن ولی هنوز نرسیدن، یا اول راهن یا هنوز به اون نقطه نرسیدن؟ به دوربین نگاه کن، بهشون بگو. هیچ وقت دست از تلاش کردن بر نداری، چون که هر آدمی یه وقتی به اوج میرسه. منم تو این سن رسیدم. بعضی‌ها مثلا توی 12 سالگی 18 سالگی میرسن، بعضی‌ها هم مثل من زودتر. پس منم حرفم اینه بهتون که همیشه تلاش کنین که بتونین به جایگاه من و بالاتر که من انشالله بهش میرسم و شما هم میتونین بهش برسین. خب مرسی کیاشا. من امیدوارم که به زودی دوباره بعد از کار بعدی دوباره بیای پیش ما، با هم همینجوری گپ بزنیم، یه چایی بخوریم، کلی راجعش صحبت کنیم. خب اوکی. خب یه نکته در پایان بگم راجع به بچه‌هایی که دارن تلاش میکنن. ببینید یه نکته خیلی جالب راجع به کیاشا و خانواده‌اش وجود داره. اینو خواهش می‌کنم خیلی با دقت گوش بدید. تا 1 سال اولی که کیاشا کلاس میومد، مادر کیاشا، خانواده‌اش اصلا توی فراخوان‌ها شرکت نمی‌کردن. فراخوان بود ولی شرکت نمی‌کردن و نظرشون این بود که باید بیشتر یاد بگیره، بیشتر توی کلاس‌ها باشه و این صبر و این تلاش و این میل به آموزش و این بردباری امروز داره نتیجهش رو میده و این جایگاه در واقع شایسته کیاشا هست. بنابراین حتما خواهشاً صبور باشید، تلاش کنید، دنبال اهداف و رویاهاتون برید و انشالله که دونه دونه شما روزی بیاید اینجا بشینید و با هم دیگه راجع به فیلماتون صحبت کنید. روزگار خوش. گفتم مثلا الان که یه گذشت میرسونم این خونه، ما پیاده میشیم. منظور منو فهمیدی نمو؟ برای چی گریه داری میکنی؟ برای چی داری گریه میکنی؟ خب باشه، مگه نمیخواستید بعد از پل بریم؟ اونجا پیاده‌تون میکنم خودتون بریم. ما از همینجا